پرچم کردستان عراق برای نخستین بار اینجا بالا می رود. پرچم عراق را قبلا داعش پایین کشیده بود. این هم چیزی که از ارتش عراق باقی مانده. خیلی هایشان بدون هیچ درگیری این مقر را ترک کردند و فرار را برقرار ترجیح دادند. بخشی از جنگ افزارهای ارتش هم که به دست داعش افتاده بود حالا در دست پیشمرگان است. امنیت اینجا رو پیشمرگا تامین کردن. اگه لشکر عراق بیاد جای پیشمرگا بعد تروریست‌ها باز هم بیان و عراقی‌ها فرار کنن، اون وقت چی میشه؟ پس بهتره به نیروهای پیشمرگه اعتماد کنن. شاید اینها هم هیچ وقت به دولت مرکزی عراق بازگردانده نشود. مانند مناطق کردنشین خارج از کردستان عراق که اکنون پیشمرگ‌ها در آن مستقرند. مأموریت پیشمرگ‌ها فعلا این است که تنها در مناطق کردنشینی که در اداره دولت مرکزی بودند بجنگند. اما اینجا شهر ربیعه یک استثناست. تنها شهر عرب نشین که حالا پرچم کردها در آن برافراشته شده. هر جایی رو که ارتش عراق خالی کرده نیروهای پیشمرگه پر میکنن تا نیروهای داعش و غیر داعش نتونن جاشون رو بگیرن. اما اینکه بخوان با داعش رو در رو بشن و به جنگن نیاز به هماهنگی داره و مکانیزمی لازم داره که دولت مرکزی باید از ریاست اقلیم کردستان به طور رسمی درخواست کنه. داعش تاکنون تعرضی به کردستان عراق نکرده و پیشمرگان هم در برابر آنها در موضع دفاعی قرار دارند. اما شاید اوضاع همینطور نماند و علاج واقعه قبل از وقوع لازم شود. با اینکه چند روز از تسلط کامل نیروهای پیشمرگ بر ربیعه میگذره، هنوز فضای ناامنی اینجا حس میشه. نیروهای پیشمرگ به ما گفتن اگر وارد شهر بشین نمیتونیم امنیتتون رو تامین بکنیم. زیر پوست شهر هنوز رد پای داعش دیده میشه. نفیسه کوهنورد، BBC ربیعه.